سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگر از تلویزیون فارسی BBC. جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود آمارهایی درباره وضعیت معیشتی این کشور ارائه کرده است. رسانه‌های داخلی ایران با تکیه بر اعداد و ارقام ارائه شده در سخنان جو بایدن سعی در اسفناک خواندن وضعیت آمریکا دارند. برای پی بردن به واقعیت ماجرا گفتگو می‌کنیم با کیانوش اصغری، خبرنگار بدون مرز. کیانوش، به نظر میرسه رسانه‌های ایران نتونستن یا نخواستن برداشت درستی از حرف آقای بایدن ارائه بدن. میشه توضیح بدی منظور آقای بایدن دقیقاً چی بوده؟ بله، آقای بایدن در یک سخنرانی به آمارهای از وضعیت امروز آمریکا اشاره کردند، اما در طرف مقابل رسانه‌های مخالف نظام حاکم آمریکا سعی کردند روایت مورد نظر خودشون رو جا بندازن. مثلا اونها واژه unemployed رو به معنای بیکار ترجمه کردن، در حالی که با یک سرچ ساده حتی در گوگل ترنسلیت میشه متوجه شد این لغت معانی زیادی داره و منظور آقای بایدن از تعداد unemployed ها در آمریکا تعداد بی مصرف هاست، افرادی که با وجود فراهم بودن فرصت های مناسب شغلی از طرف دولت عرضه کار کردن رو ندارن و سربار خانواده ها هستند. یا رسانه های ایرانی روی بخش دیگری از صحبت های آقای بایدن که گفته بود از هر 7 خانوار آمریکایی یک خانوار هانگری هستش، این هانگری رو گرسنه ترجمه کردن، در حالی که منظور آقای بایدن از هانگری حریص بوده. ایشون به مردم گفتن در خوردن حریص نباشید تا به همه غذا برسه، ضمن اینکه آمریکایی های زیادی گرسنه هستن چون فرهنگشون جوریه که خیلی کم نون مصرف میکنن، وگرنه همین غذاهایی که هست رو اگر با نون بخورن سیر میشن. ایران رو ببینید، با نیم کیلو گوشت میشه برای 20 نفر آبگوشت درست کرد. همین نیم کیلو گوشت رو به یه آمریکایی بدی استیکش میکنه و خالی میخوره. ممنونم. کیانوش اصغری بود و چند خبر کوتاه. سازمان ملل متحد میگوید نگرانی‌ها از وضعیت لطیفه بنت محمد، دختر حاکم دبی را به زودی با دولت امارات متحده عربی مطرح خواهد کرد و دولت امارات باید توضیح بدهد. این سازمان اعلام کرد شماره کارت برای واریز توضیح نیز داده شده. برگزاری جشنواره زمستانی مجسمه‌های یخی در تگزاس آمریکا. در حاشیه این جشنواره بیش از 3 میلیون نفر از اهالی منطقه لذت یخ زدن را تجربه کردند. و تصاویر منتشر شده از مسابقه دو تیم استقلال و پرسپولیس در پنجشنبه هفته گذشته که به تساوی انجامید نشان می‌دهد تعدادی از بازیگران ایرانی در ترکیب دو تیم حضور داشتند. این تصاویر شایعه نمایشی بودن بازی و نتایج دربی تهران را تقویت می‌کند. دقیقاً 100 سال پیش در چنین روزی رضاخان با قشون قزاق به تهران حمله کرد و به مقام سردار سپهی رسید. در روایت جمهوری اسلامی این اتفاق کودتا تعبیر شده است، اما کارشناسان مستقل معتقدند به قدرت رسیدن رضاخان حاصل اجماع ملی همه گروه‌ها از جمله علما و مذهبیون است. رامین مجتهد با ماست، رئیس مرکز اسلام شناسی منچستر. آقای مجتهد، جمهوری اسلامی مدعیه که رضاخان با تظاهر به اسلام علما و مذهبیون رو با خودش همراه کرد و در ادامه تغییر رویه داد. این ادعا رو تایید می‌کنید؟ نه خیر، به هیچ وجه. اذکروا موتاکم بالخیر. مرحوم حاج رضا شاه در خانواده مذهبی به دنیا آمد. شاهد این ادعا اسمشان است. حتی جسدشان را مکه بردند و طواف دادند. به همین واسطه ایشان را حاج رضا خطاب میکنم. تعجب میکنم برخی ایشان را غرب زده و مروج سبک زندگی غربی معرفی میکنند، در حالی که حاج رضا همزمان 4 زوجه رسمی اختیار کرده بودند که در هیچ کشور کافر و لایکی سابقه ندارد. آقای مجتهد، یکی از دستاویزهای حکومت ایران برای اثبات ضد مذهب بودن رضاخان تغییر پوشش بانوان موسوم به کشف حجاب هستش. نظر شما در این باره چیه؟ خب ببینید، در شهر مقدس من باب تقیه می توانیم حتی نماز را هم ترک کنیم، چه برسد به حجاب. امر ایشان به کشف حجاب از باب تقیه و حفظ ارز اسلام در برابر دارالکفر بود. ترکیه غیر شیعه با کشف حجاب از ایران جلو افتاده بود و آبروی ایران شیعی در خطر بود. لازم بود برای حفظ ارز بزرگتر اعراض مؤمنات حذف بشود و من باب قاعده شرعیه الاهم فالاهم جناب حاج رضا در حقیقت تکلیف شرعی را در تعقیب و مجازات مخدرات یا همان زنان محجبه انجام دادند. البته مؤمنات هم وظیفه شرعیشان را انجام دادند و هر دو مأجور هستند. القاتل و المقتول کلاهما فی الجنه ان شاء الله. ممنونم. رامین مجتهد بود و سپاس از همراهی شما با تلویزیون فارسی BBC.